پس از مراسم خاکسپاری زندگی من عوض شد. احساس می‌کردم که به یک بار زمان برایم ارزشمند شده است. زندگی همچون آبی روان با سرعتی سرسام‌آور جاری بود و من به حد کافی چالاک و فرز نبودم. کلی وقت هدر داده بودم. این شد که نوازندگی، کاباره‌گردی، آن هم کاباره‌های خلوت و آهنگسازی را دیگر کلاً کنار گذاشتم. آهنگ‌هایی که هیچگاه کسی آنها را نمی‌شنید. دوباره در دانشگاه ثبت نام کردم و فوق لیسانس روزنامه‌نگاری گرفتم. بلافاصله اولین کار به من پیشنهاد شد. نویسنده مقالات ورزشی. به جای اینکه در پی کسب شهرت برای خود باشم، در مورد ورزشکاران مشهور مطلب می‌نوشتم. برای آنها کسب شهرت می‌کردم. برای روزنامه‌ها و مجله‌ها مطلب نوشتم و حقوق گرفتم. با سرعتی سرسام‌آور پیش می‌رفتم.